ذهن چیه؟ چی کار میکنه؟ چجوری کار میکنه؟ کجاست؟ وجه تمایز اصلی انسان نسبت به تمام جانوران دیگه، تمام موجودات دیگه، ذهن خلاقشه. تمام دستاوردهای حوزه علم، فرهنگ، هنر، تمدن، تکنولوژی و غیره همش حاصل ذهن خلاق انسانه. ذهن یک میدان انرژی در حال ارتعاش است و جانوران دیگه تأسیسات ندارن، تجهیزات ندارن، تمدن ندارن، هیچ چیز دیگری، هیچ چیزی ندارن. این ذهن یه ابزار فوق العاده عالیه، ولی وقتی از کنترل خارج شده باشه، ما کنترلی روش نداشته باشیم، ما رو کنترل میکنه و دیگه ما روی شادی و آرامش رو نخواهیم دید. بعضیا میگن ذهنم شلوغه، انگار ذهن اینجاست. ذهن اینجا نیست، مغز اینجاست. مغز یه عضو فیزیکیه. ذهن اینجا نیست، ذهن همه جا هست. ذهن یک میدانه. ذهن ابزاری است که رابطی است بین سطوح ژرف‌تر وجود شما، یعنی روح شما، یعنی آگاهی باطنی شما، یعنی ذات شما، و کالبدهای مادی شما. هر چقدر ما بتونیم ذهن رو بهتر بشناسیم و ذهن رو بهتر مهار کنیم، میتونیم بیشتر از رنج رها بشیم و کیفیت زندگی به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنه به معنای حقیقی. به دلیل اینکه وقتی که ذهن مهار میشه، شما به شادی درونتون دسترسی پیدا میکنید. یک شادی بی دلیل که همواره با شما هست. اینو شما با هیچ چیزی نمیتونین به دست بیارین مگر با مهار ذهن.